R50i NC اینجاست. نسخه جدیدتر و بهتر R50i. مهمترین آپدیت این نسخه اضافه شدن نویز کنسلینگ و ترانسپرنسیه. حالا کیفیتشون چطوره؟ نویز کنسلینگش در حد قیمتش واقعا خوبه و تا حد متوسطی میتونه صدای اطراف واسهتون حذف کنه. ولی اگه مثلا صدای باد زیاد باشه یه صدای خشخش میشنوید. تازه این هندزفری از برنامه هم پشتیبانی میکنه. توی برنامه ساوندکور شما میتونید خیلی راحت تنظیمات مختلفی رو روش اعمال کنید. حالت ترانسپرنسیش هم دقیقا مثل نویز کنسلینگشه. در حد قیمتش واقعا خوبه. ولی نباید انتظار داشته باشید تمام صدای اطراف رو به گوشتون برسونه. بریم سراغ بخش اصلی، یعنی کیفیت صدا. انکره دیگه، کیفیت صداش عالیه. بیس های خوبی داره، تفکیک و شفافیت صداش هم عالیه، اما به شرطی که صداش از 70-80% بیشتر نشه وگرنه یکم دیستورت میشه. توی این نسخه زیر کیس هندزفری استند هم گذاشتن که به نظرم ایده جالبیه و من خودم چند بار موقع فیلم دیدن ازش استفاده کردم. فیت خود هندزفری هم خوبه و به راحتی از گوشتون در نمیاد. در ضمن این هندزفری گواهی IP54 هم داره که برای ورزش هم مناسبه. حتی باتری این هندزفری هم عالیه. شما با کیسش میتونید حدود 40 ساعت ازش استفاده کنید که خیلی زیاده. من خودم آخرین باری که زدم به شارژ اصلا یادم نمیاد. کیفیت مکالمه‌اش چطوره؟ قضاوت این بخش به شما الان دارید صدای منو از میکروفون های این هندزفری میشنوید. حالا اصلا بخریمش یا نه؟ به نظرم اگه هندزفری اقتصادی میخواید که نویز کنسلینگ هم داشته باشه حتما بگیریدش، چون توی بقیه بخشا چیزی کم نداره.